سلام به شما. امروز میریم سراغ یه اثر خیلی خاص توی موزه بریتانیا. بین اون همه مجسمه و مومیایی پرزرق و برق مصر باستان، یه سنگ تیره هست که همیشه دور شلوغه. سنگ روزتا. شاید ظاهرش خیلی معمولی به نظر بیاد، اما داستانش فوق‌العاده است. میخوایم ببینیم این تکه سنگ که منبع اصلی ما هم در موردش نوشته، چطور شد که اینقدر مهم شد؟ چطور در درک یه تمدن بزرگ رو باز کرد؟ چطور یه تخت سنگ گرانودیوریت تیره کلید فهم دنیای فراعنه شد؟ خب بیایم بازش کنیم. قصه از 1799 شروع میشه. سربازای ناپلئون توی مصر بودن. نزدیک شهر رشید که اروپایی‌ها بهش میگفتن روزتا. داشتن یه قلعه میساختن که خیلی اتفاقی این سنگ پیدا شد. البته بعدش ماجرا پیچیده تر شد و سنگ افتاد دست انگلیسی‌ها و رفت لندن. دقیقاً همون موقعی که داشتن کارهای استحکامات رو میکردن پیداش کردن. از نظر جنس سنگش گرانودیوریته. یه سنگ تیره و خیلی سخت. مثل گرانیت تقریباً. ابعادش هم حدوداً متر و 12 سانت در 75 سانت. ضخامتش هم نزدیک 28 سانت. ولی خب مهمه بدونیم این سنگ کامل نیست. کامل نیست؟ یعنی چی؟ یعنی احتمالاً بخش بالایی یه لوح بزرگتر بوده شکسته. بقیه‌اش هم هیچ وقت پیدا نشد متاسفانه. آها، ولی چیزی که از اول چشم همه رو گرفت نوشته هاش بود. 3 بخش نوشته با 3 خط کاملا متفاوت. بالای سنگ اون خط تصویری پیچیده، هیروگلیف مصریه، زبان رسمی و دینی فراعنه. وسطش یه خط ساده تر و روانتر هست به اسم دموتیک، زبان عامه مردم تو اون دوره. و پایین ترین قسمت خب نوشته ها به یونانی باستانه، زبان حکومت بطلموسی ها که اون موقع حاکم بودن. و خوشبختانه محققای یونانی باستان رو میتونستن بخونن. همین قابل خوندن یونانی ببینید کلید ماجرا شد. چرا کلید شد؟ چون تا قبل از این کشف دیگه هیچ کس نمیدونست چطور هیروگلیف بخونه. یعنی از حدود قرن 4 میلادی به بعد این دانش کلاً فراموش شده بود. هزاران کتیبه و پاپیروس و نوشته بود ولی انگار قفل بودن. هیچ کس نمیفهمید چی میگن. این سنگ چون یه متن واحد رو به 3 زبون داشت که یکیش یونانی بود، مثل یه جور راهنما عمل کرد. یه دیکشنری انگار. و اینجا دیگه پای اون نابغه فرانسوی میاد وسط، ژان فرانسوا شامپولیون. درسته؟ دقیقاً. شامپولیون یه زبانشناس جوان و فوق‌العاده با استعداد بود. سالها روی این سنگ کار کرد. اون متوجه شد توی متن هیروگلیف بعضی اسما، به خصوص اسمای سلطنتی، توی یه قاب بیضی شکل خاص نوشته میشن. بهش میگن کارتوش. کارتوش. آها. بله. بعد اومد این کارتوشا رو با اسمای مشابه توی متن یونانی مقایسه کرد و اینطوری تونست کم کم صدای حروف هیروگلیف رو کشف کنه. عجب، یعنی مثل حل کردن یه پازل خیلی خیلی سخت. دقیقاً. سال 1822 بود که بالاخره موفق شد. این کشف مثل این بود که یهو کلید یه کتابخونه عظیم پیدا بشه که درش قرنها قفل بوده. و از اون به بعد دیگه تونستن نوشته های مصری رو بخونن. بله، یهو یه دنیا اطلاعات باز شد. دیگه فقط حدس و گمان نبود، میشد فهمید خودشون چی گفتن. از دستورهای پادشاه‌ها بگیر تا نامه‌های شخصی و دعاها. انگار یه تمدن خاموش دوباره شروع کرد به حرف زدن. پس خود متن سنگ روزتا چی بود؟ اونم خیلی مهم بود. راستش خود محتوای سنگ اونقدر هم اسرارآمیز نیست. یا فرمان حکومتی معمولیه. از طرف بطلمیوس پنجم سال 96 قبل از میلاد. توش یه سری معافیت مالیاتی به معابد میدن و مقام پادشاه رو تایید میکنن. یه چیز اداری مذهبی رایج. پس اهمیتش تو محتواش نبود اصلاً. نه، اهمیت اصلیش 100% توی اون ساختار 3 زبانش بود. همون چیزی که به شامپولیون کمک کرد کد هیروگلیف رو بشکنه. اگه شما هم گذرتون به موزه بریتانیا افتاد، اتاق شماره 4 اونجاست، پشت شیشه. همیشه هم کلی آدم دورش جمع شدن. میتونید قشنگ 3 خط تو ببینید. بله، حس جالبیه واقعا. چند تا نکته دیگه هم بگم. یکی این که یادمون باشه این فقط یه تیکه است، بقیه‌اش نیست. دوم این که کپیای خیلی خوبی ازش تو موزه‌های دیگه هست، مثلا تو موزه قاهره. ولی خود اصلش همین لندنه. و نکته سوم بحث برسر بازگردوندن سنگ به مصر که خب سالها ادامه داره و هنوز به نتیجه نرسیده. خب پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، سنگ روزتا خیلی بیشتر از یه سنگ معمولیه. یه جور پل ارتباطی انگار. دقیقاً، یه پل بین ما و مصر باستان،
یه مترجم تاریخ. ایستادن جلوش فقط دیدن یه سنگ نیست. انگار داری به اولین قدم برای شنیدن دوباره صدای یه تمدن بزرگ نگاه میکنی. بله. و شاید این سوال رو برای شما هم ایجاد کنه. چه رمزهای دیگه‌ای، چه کلیدهای دیگه‌ای برای باز کردن قفل دانش‌های گم شده ممکنه هنوز جایی منتظر کشف باشند؟ چه چیزهایی هنوز مونده که از گذشته بشنویم؟